چیزی که این روزا خیلی ترند شده توی اینستا اینه که مثلا میان تبلیغ یه سری مکمل‌ها رو میکنن مثل امگا 3 یا مثل زینک و میگن اینا معجزه میکنه تو زندگیتون، در صورتی که این اشتباهه. چرا؟ چون مکمل ها همونطور که از اسمشون مشخصه تکمیل کننده رژیم شما هستن. یعنی شما وقتی رژیمتون رو از متخصص تغذیه دریافت کردین، یه سری مکمل ها کنارش براتون تجویز میشه بر اساس اون کمبودهایی که توی بدنتون هست. خب یعنی ممکنه شما مثلا زینک اصلا نیاز نداشته باشین مصرف کنین و گول این تبلیغات رو بخورین و با مصرف زینک باعث بشه که مسمومیت ایجاد بشه تو بدنتون، خیلی عوارض شدیدی بهتون بده. پس حتما قبل اینکه یه مکمل خاص رو مصرف کنین آزمایش بدین. البته یه سری مکمل ها هستن که میتونن به روند لاغری شما خیلی کمک کنن و هیچ آسیبی بهتون نمیرسونن. توی کپشن براتون یه لیستی آماده کردم و نوشتم